اوتامورود بیکمورود ژورنالیست شناخته تاجیک روز 10 نوامبر در سن 66 از عالم چشم پوشید. خبری در گذشته حاجه اوتامورود بیکمورود را ژورنالیست تاجیک باباجان شفیع و همکسب مرحوم قیامالدین ستاری در فیسبوک نشر کردند. درباره علت مرگ ژورنالیست چیزی گفته نشده است. اوتامورود بیکمورود 13 مای سال 1955 در دهه اوگوک نویه غنچی هولو دیوشتیچ به دنیا آمده. 15 سال داشت که نخستین مقاله‌اش در روزنامه پیونیر تاجیکستان نشر شد. او در نیمه دوم سالهای 70 به طور کامل به میدان ژورنالیستیک وارد شد و بیش از 40 سال فعالیت ژورنالیستی داشت. اوتامورود بیکمورود تا سالهای 1990 در نشریه کمسمال تاجیکستان که در پایان سالهای 80 به جوانان تاجیکستان تبدیل نام کرد کار کرد و تا به مقام کاتب مسئول رسید. سال 1990 اوتامورود بیکمورود معاون سردبیر نشریه تازه تأسیس پیام دوشنبه تعیین شد. او سپس با نام شاه منصور نشریه رسمی مقامات اجرایی نویه شاه منصور را تأسیس داده و مدت بیش از 10 سال سردبیر این نشریه و همزمان سخنگوی رئیس این نویه پایتخت بود. اوتامورود بیکمورود سالهای طولانی در حکومت نویه شاه منصور از جمله در مقامهای مدیر شعبه مراجعت‌ها و قبول شهروندان و مدیر شعبه دین و تنظیم رسم و آیین‌های حکومت این نویه شهر دوشنبه کار کرده است.